برو یه چیزی بهش بگو رد کن بره، داره آبرومونو میبره. بهش بگم پولشو میخواد. پولشو؟ چی کار کردی؟ قمار کردم، ریسک کردم، فکر میکردم پوله 2 برابر میشه، نشد. تو رو امام حسین رو ردش کن، خدا یه جور ردش ده چیزی ردش کن. درو باز کن. میدونم صدامو داری میشنوی. بد کاری کردم گرفتار بودی، پول بهت قرض دادم. بد کاری کردم نذاشتم بیفتی زندان، ماشین زیر پامو فروختم. آخه باید با مأمور بیام. درو وا کن نامرد. مگه من و شما سر یه سفره با هم نون و نمک نخوردیم؟ درو وا کن. گفتم درو وا کن. درو وا کن. میخوایم با هم حرف بزنیم. درو وا کن. بله. آبجی بهش بگو بیاد بیرون، نذار بد تموم بشه. منم گیرم به قرآن. هیچکس خونه نیست. باور نمی‌کنی بیا برو ببین. رفته شهرستان. من که میدونم خونه است. با اجازه. یالا. بیا بیرون با هم صحبت کنی. واسه اسم مرد حرمت قائل شو. نامرد فرار کرد. چقدر بدهکاره؟